سلام به همگی. یه سوال. تا حالا شده با یه نیت خیلی خوب و خیرخواهانه یه کاری بکنید ولی نتیجهش یه فاجعه تمام عیار از آب در بیاد؟ امروز میخوایم یه داستان فوق‌العاده از مولانا رو با هم مرور کنیم که دقیقاً همینو به ما نشون میده. اینکه چطور بهترین نیت‌ها میتونن به بدترین نتایج منجر بشن. خب، این سوال خیلی مهمه. یعنی واقعاً یه نیت خوب میتونه آسیب بزنه؟ مولانا توی یکی از معروفترین داستانهاش دقیقاً به همین سوال جواب میده. داستانی که بهمون یادآوری میکنه نیت خوب به تنهایی اصلاً کافی نیست و حتی میتونه خیلی هم خطرناک باشه. خب، بریم سراغ بخش اول، وظیفه همسایگی. داستانمون با یه مرد ناشنوا شروع میشه که توی یه موقعیت خیلی آشنا گیر کرده. ببینید، قضیه از این قراره که این مرد میفهمه همسایش مریض شده. خب، طبیعتاً وظیفه حکم میکرد که پاشه بره عیادت. یه جورایی فشار اجتماعی روش بود، اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. اون ناشنوا بود. با خودش فکر میکرد آخه من با این گوشهای سنگینم چطوری بفهمم اون مریض بیچاره چی میگه؟ تازه مریض هم هست، صداش ضعیفه، کلمات رو نامفهوم میگه. یعنی عملاً یه چالش بزرگ ارتباطی جلوش بود. بخش دوم، فیلمنامه‌ای برای یک فاجعه. اینجاست که داستان جالب میشه. این مرد به جای اینکه با مشکلش روبرو بشه، سعی میکنه یه راه میانبر پیدا کنه. یه راهی که به نظر خودش خیلی هوشمندانه میاد، ولی در واقع داره زمینه رو برای یه فاجعه آماده میکنه. میدونی چی کار میکنه؟ تصمیم میگیره یه فیلمنامه کامل تو ذهنش بنویسه. یعنی حدس بزنه همسایش چی قراره بگه و جوابهای خودش رو از قبل آماده کنه. این نکته کلیدیه. کل مکالمه رو بر اساس فرضهای خودش میچینه، نه واقعیت. خب، بیایید با هم فیلمنامه‌ش رو ببینیم. مرحله اول. ازش میپرسم حالت چطوره؟ اونم حتما میگه بهترم. منم میگم خدا رو شکر. مرحله دوم، میپرسم چی خوردی؟ خب، احتمالاً میگه سوپ. منم میگم نوش جان. و مرحله سوم میپرسم دکترت کیه؟ هر اسمی رو گفت، منم از دکترش کلی تعریف میکنم. میبینید کل این نقشه بر اساس حدس و گمان. بخش سوم، از هم پاشیدن گفتگو. خب، مرد ما با این فیلمنامه از پیش نوشته شدهش میرسه کنار تخت همسایش و مکالمه شروع میشه. ببینیم چی پیش میاد. خب، مرد ناشنوا میپرسه حالت چطوره و مرد بیمار که واقعا حالش بده جواب میده دارم میمیرم. و دوست ما طبق فیلمنامه‌اش کی جواب میده؟ خدا رو شکر، چه خبر خوبی. تصور کنید، اینجا اولین ترک روی این نقشه بی‌نقص میفته. مکالمه ادامه پیدا میکنه. مرد ناشنوا میپرسه چی خوردی؟ مرد بیمار که از درد به خودش میپیچه میگه زهر خوردم. و جواب دوست ناشنوامون چیه؟ نوش جان. دیگه اوضاع داره خیلی بد میشه. سوء تفاهم عمیق و عمیق‌تر میشه. و اما سوال آخر. مرد ناشنوا میپرسه دکترت کیه؟ مرد بیمار که دیگه امیدی نداره میگه عزرائیل. و مرد ناشنوا با خوشحالی جواب میده چه قدم مبارکی داره. و اینجاست که دیگه تیر خلاص به این دوستی زده میشه. بخش چهارم، دو واقعیت مجزا. حالا بیاید ببینیم بعد از این ملاقات فاجعه بار چی شد. چطور یه اتفاق واحد دو تا برداشت کاملا متضاد ایجاد کرد. ببینید چقدر عجیبه. مرد ناشنوا از خونه همسایه میاد بیرون و با خودش میگه آفرین چه خوب وظیفه‌مو انجام دادم. کاملا راضی و خوشحاله. اما اون طرف روی تخت مرد بیمار دل شکسته و زخمی افتاده و مطمئنه که دوستش یه دشمن بیرحمه که آرزوی مرگش رو داشته. و بخش پنجم، خطر فرضیات. خب، حالا سوال اصلی اینه. مولانا از این داستان تراژیک چه درسی رو میخواد به ما بده؟ مولانا داره به یه نقص خیلی رایج تو وجود همه ما اشاره میکنه. پیش‌داوری. یعنی همین تمایل به تکیه کردن روی فرض‌های ذهنی خودمون. اینکه یه سناریو تو ذهنمون میبافیم و دیگه اصلاً به احتمالات دیگه فکر نمی‌کنیم. این داستان یه هشدار جدیه. مولانا دقیقاً انگشت میذاره روی ریشه‌های مشکل. ما تمایل داریم به فرضیات محدود خودمون تکیه کنیم، به پیش‌داوری‌های بی‌اساس اعتماد کنیم و خیلی سریع و شتاب زده نتیجه گیری کنیم، بدون اینکه یه لحظه صبر کنیم و فکر کنیم. این قضاوت‌های عجولانه همون میانبرهای ذهنی هستن که ما رو به بیراهه می‌کشونن.
یه تشبیه خیلی قشنگ اینجا هست که میگه این فرضیات مثل فلز بی‌ارزشی هستن که ما با طلای خالص اشتباه میگیریمشون. همین اشتباه باعث میشه که بهترین و خیرخواهانه ترین کارهای ما تبدیل بشن به یه آسیب ناخواسته. نیت ما طلا بود، اما فرضیات ما اون رو بی‌ارزش کرد. و در نهایت مولانا میگه از قیاسایی که آن کر های و هوی ده ساله یاری شد در آن دم عدوی. یعنی فقط به خاطر همین حدس و گمانها، همین فیلمنامه ذهنی، یه دوستی 10 ساله توی یک لحظه تبدیل به دشمنی شد. و حالا سوال نهایی و مهم از خودمون اینه: ما داریم ناآگاهانه از چه فیلمنامه‌ای پیروی می‌کنیم؟ این داستان یه آینه جلوی ما میذاره تا به زندگی خودمون نگاه کنیم و از خودمون بپرسیم چه فرضیاتی، چه پیش‌داوری‌هایی دارن روابط و تعاملات ما رو هدایت میکنن بدون اینکه حتی خودمون خبر داشته باشیم.